سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما با همراه شما موضوع ریشه درجه انم و خاصیت‌های آنها رو دیده می‌بریم. یعنی خیلی که از این موضوع عبارت است معلوم است، یعنی که ریشه درجه انم این گونه موضوع در کورس‌های پایان معلوم بود. در صفحه 8 و در صفحه 9 این موضوع رو خوانده بودید. ما در این موضوع باز همه آن گذشتگی هایی که گذشتگی بودید جمع میکنیم و دیده میبریم. یعنی ریشه درجه انم گفته چرا فهمیدن ممکن است. یعنی ریشه درجه انم گفته از عدد ا چنین عددی ب رو مینامند که هنگامی ب رو به درجه n برداشتن عددی ا حاصل می شود. یعنی آن را چنین اشاره کرده می شود و چنین میخونیم. یعنی ریشه درجه n از عدد a این با b برابر می شود. اکنون شرط می دهیم که در اینجا n این کدام عددها شده می تواند. در اینجا یکم n به عددی جفت برابر شدنش ممکن است. هنگامی n به عددی جفت برابر بودن ما باید دانیم که a همه وقت عددی مثبت می شود و هم b عددی مثبت می شود. یعنی که هنگامی n به عددی توق برابر بودن ریشه درجه n می تواند یعنی که a می تواند دلخواه عدد باشد، هم عددی مثبت و هم عددی منفی شده می تواند. یعنی ریشه درجه n از مینوس a بگذار این خیلی عدد باشد. پس ما این رو چنین نوشته می توانیم مینوس ریشه درجه n از عدد a حاصل می شود که این رو باز مثال ها همراه شما دیده می براییم. پیش از خاصیت های این ریشه درجه n رو دیده برآمدن یک چند مثال ها دایر به این قسم می آوریم. یعنی مثال یکم رو دیده می براییم. طلب کرده می شود که ریشه درجه سیم از عددی 8 یافته شود. یعنی ما باید چنین عدد رو یابیم که هنگامی این عددی داده شده رو به درجه 3 برداریم باید عددی 8 حاصل شود. یعنی این گونه عدد این عددی 2 است. برای چی؟ برای اینکه 2 رو هنگامی به درجه 3 برداشتن و ما عددی 8 حاصل می شود. مثال دوم رو میبینیم. ریشه درجه 4 از عددی 16. ریشه درجه 4 از عدد 16 این به ما باز عدد 2 حاصل می شود. یعنی که هنگامی 2 رو به درجه 4 برداشتن عدد 16 حاصل می شود. اکنون بیایید درجه نشان دهنده‌اش توق را دیده می‌بریم که در آن در تحت علامت ریشه عددی منفی نیز جای داشته باشد. یعنی 3 می‌نویسیم. اگر ریشه کوبی از عددی مینوس 7 به ما داده شده باشد پس باید کدام عدد رو نوشت که هنگام این عدد رو به درجه 3 برداشتن عددی مینوس 27 حاصل شود. یعنی برای حساب کردن این مینوس رو از تحت علامت درجه کوب باید ما براریم یا اینکه چنین عددی رو نویسیم که درجه آن به هنگامی به کوب برداشتن و ما عددی مینوس 27 باشد. این عددی مینوس 3 است. برای چی؟ برای اینکه مینوس 3 را اگر به درجه 3 برداریم با ما عددی مینوس 27 برابر است. یعنی که ما می توانستیم برای پیش از حساب کردن این ifade عدد مینوس را از علامت ریشه درجه 3 براریم. یعنی مینوس ریشه کوبی از عدد 27 این برابر میشد به مینوس 3 که این نتیجه این مثال به حساب می رود. اکنون برای چی ما این درجه ریشه درجه n رو می آموزیم؟ یعنی با ما چنین معادله داده می شود. یعنی x در درجه n اگر با a برابر باشد پس برای حل این گونه معادله با ما لازم است ریشه درجه n. یعنی فرض میکنیم که اگر n هنگامی n عددی n با عددی جفت برابر بودن پس ما نوشته میتونیم x برابر است به پلوس و مینوس و ریشه درجه n با عددی a برابر است. و هنگامی که اگر n با عددی توق برابر باشد پس x رو میابیم ریشه درجه n از عددی a حاصل می شود.
این گونه قاعده رو استفاده برده میتونیم یک چند معادله ها رو نیز دیده براییم. یعنی مثال 4 می نویسیم طلب کرده می شود که x در درجه 4 به 81 برابر است. یعنی ما از این معادله باید چنین عددی نامعلوم یعنی که چنین عدد رو یابیم که هنگام این عدد رو به درجه 4 برداشتن عددی 81 حاصل گردد. یعنی که موافق قاعده در بالا بوده ما نوشته میتونیم x برابر از بس که درجه معادله به عددی جفت برابر است پس ما پلوس مینوس می نویسیم ریشه درجه 4 از عددی 81 این برابر است به پلوس مینوس کدام عدد رو به درجه 4 برداریم عددی 81 حاصل می شود این عددی 3 است. این است مثال 4 که طلب کرده شده بود که معادله رو باید حل کرد. так فرض کردیم این آ باشد با ب گفته باز دیگر مثال رو میاریم یعنی بگذار 2x در درجه 3 جمع 16 برابر 0 برابر باشد. طلب کرده می شود که از این گونه معادله از این مثال یعنی که عددی نامعلوم x یافته شود. یعنی برای حل کردن این معادله پیش از همه نامعلوم رو به یک طرف و معلوم دار رو به طرف دیگر میگذارونیم. یعنی 2x در درجه 3 برابری جمع 16 رو به طرف راست میگذارونیم. هنگامی جمع 16 رو به درجه به طرف راست گذراندن علامت برعکسش یعنی که با علامت تر عوض کرده می شود. یعنی x در درجه 3 برابر است مینوس 16 رو به 2 تقسیم کنیم عددی مینوس 8 حاصل می شود. یعنی هنگام x رو یافتن موافق قاعده ریشه درجه 3 از عددی مینوس 8 برابر است یا اینکه عددی کوب ریشه درجه 3 از عددی مینوس 8 این به مینوس ریشه کوبی از 8 برابر بوده که این برابر است به عددی مینوس 2. ما میتونیم درستی این حالمون رو با سنجش نشان دهیم یعنی که میبینیم که عدد مینوس 2 در حقیقت ریشه این معادله به حساب می رود. یعنی 2 ضرب مینوس 2 در درجه 3 جمع 16 و ما باید عددی 0 حاصل شود. یعنی 2 ضرب مینوس 2 را به درجه 3 برداریم مینوس 8 حاصل می شود جمع 16 برابر 0 یا اینکه 2 را به مینوس 8 ضرب کردن مینوس 16 حاصل می شود جمع باز 16 این به 0 برابر است. پس ما نوشته میتونیم جواب این معادله به عددی مینوس 2 برابر است. مثال پنجم را دیده میبراییم. در مثال پنجم چنین آمده است معادله ها را حل کنید. یعنی ما باید از اینجا عددهای نامعلوم x رو یابیم. در اینجا x در درجه 5 برابر مینوس 10 در ب باشد x در درجه 8 به 5 برابر است. یعنی چطور باید از اینجا عدد نامعلوم x رو یابیم. یعنی در درجه یکم معادله 5 واقع است یعنی طاق است. یعنی می نویسیم هنگام x رو یافتن برابر می شود به ریشه درجه 5 از عددی مینوس 10 یا اینکه این برابر است به مینوس ریشه 5 از عددی 10 است که این یکی از عددهای ایراسیونالی می باشد که این رو ما به تغییر می گذاریم. یعنی حل معادله این به مینوس ریشه درجه 5 از عددی 10 برابر است. اکنون شروع میکنیم به مثال حل ب. یعنی در ب به ما چنین آمده است x در درجه 8 برابر 5. یعنی هنگام x را یافتن پیش از همه ما میبینیم که در درجه عددی جفت موجود است. یعنی x را هنگام یافتن با ما عددی پلوس و مینوس حاصل می شود ریشه درجه 8 از عددی 5 حاصل می شود. یعنی حل این معادله با پلوس و مینوس ریشه درجه 5 از عددی 8 برابر است. می توانیم مستقلانه سنجش رو گذاریم. اکنون خوانندگان عزیز شروع میکنیم به خاصیت های درجه n ریشه درجه n. یعنی خاصیت یکم بگذار عددهای a و b عددهای a و b عددهای مثبت باشند. یعنی هم a
و هم B عددهای مثبت باشند و N عددی ناتورالی باشد عددهای ناتورالی و اینچنین عددی K عددی بوتون باشد اگر این گونه شرط ها داده شده باشد پس خواست یکم چنین است ریشه N از A ضرب B برابر می شود به ریشه N از A ضرب ریشه N از عددی B که این خاصیت عینیتاً برابر است یعنی طرف چپ به طرف راست برابر است دوم اگر ریشه N رو از A تقسیم B داده شده باشد آنگاه علیحده از صورت و علیحده از مخرج ریشه N رو میگیریم یعنی ریشه N از A تقسیم ریشه N از عددی B حاصل می شود که در اینجا B باید نابرابری صفر باشد خاصیت سوم رو میبینیم اگر ریشه N از A رو به درجه K برداریم در اینجا K عددی بوتون است آنگاه ما میتونیم چنین نویسیم ریشه N از A نشان دهنده‌اش K که این خاصیت سوم به حساب می رود خاصیت چهارم باشد اگر ریشه N رو از ریشه N باز ریشه M از A نوشته شده باشد آنگاه ما میتونیم N ضرب M نویسیم که این از ریشه A برابر می باشد که در اینجا M نیز عددی بوتونی مثبت رو تشکیل می دهد خاصیت پنجم رو نیز دیده میبریم در خاصیت پنجم اگر ریشه N از A رو و ریشه N برداریم آنگاه ما میتونیم هنگام N با عدد جفت برابر بودن با مودول عوض می شود و هم اگر N تاق بودن همچون عددی A حاصل می شود یعنی فرض کردیم اگر در اینجا N عددی تاق باشد A حاصل می شود که در اینجا N با عددی تاق برابر است و هم اگر ریشه N از A در درجه N عددی N در اینجا جفت باشد پس با مودول A عوض کرده می شود خوانندگان عزیز اکنون آن خاصیت هایی که ما همراه شما نامبر کردیم آنها رو با مثال های زیرین دیده می براییم یعنی که خاصیت ها رو همراه شما مستحکم میکنیم یعنی که در مثال های زیرین آمده است که این افاده ها رو ما باید ساده کنیم یعنی چه خیلی که درجه های ریشه های N یخلند آنها رو می نویسیم ریشه درجه پنجم از 8 ضرب 4 برابر ریشه درجه 5 از عددی 8 را به 4 ضرب کنیم عددی 32 حاصل می شود این برابر است با عددی 2 یعنی هنگام 2 را به درجه 5 برداشتن عددی 32 حاصل می شود اکنون مثال دوم رو می بینیم در مثال دوم ریشه درجه 4 از عددی 5 بوتون و 1 تقسیم 16 برابر است این کسری آمیخته رو با کسری نادرست اول تبدیل می دهیم یعنی 16 رو می نویسیم 5 رو با 16 ضرب کرده با 1 جمع کنیم عددی 81 حاصل می شود برابر اکنون از صورت علیحده و از مخرج علیحده ریشه درجه 4 رو در علیحدگی حاصل می گیریم یعنی ریشه درجه 4 از عددی 81 تقسیم ریشه درجه 4 از عددی 16 برابر است نتیجه این عدد به 3 و نتیجه این عدد به 2 برابر است که 3 را به 2 تقسیم کردن 1/5 حاصل می شود اکنون مثال و رو تبدیل می دیم خیلی که در این مثال موجود است ریشه درجه 3 از تحت آن در تحت آن ریشه درجه 5 موجود است از خاصیت در بالا استفاده برده این دو درجه ها را با هم ضرب کرده حاصل میکنیم یعنی ریشه 3 ضرب 5 از عددی 7 این برابر است به ریشه 15 ریشه درجهش 15 از عددی 7 حاصل می شود طلب کرده می شود که این افاده زیرین یعنی ریشه درجه 21 از عددی 128 ساده کرده شود یعنی می نویسیم خیلی که معلوم است 21 به ما داده شده از ریشه درجه 21 و 128 رو
ما میتونیم همچون 2 در درجه 7 نویسیم و عددهای 7 و 21 با هم کرتیان، یعنی که آنها رو اختصار کردن ممکن است. پس ما نوشته میتونیم ریشه 21 از عدد 2 و در درجه 7. 7 رو با عدد 21 اختصار نموده ریشه کوبی از عدد 2 حاصل میکنیم. این است نتیجه این مثالی که به حساب می رود. انکن در مثال آخران باشد طلب کرده می شود که ifade زیرین ساده کرده شود. یعنی ریشه درجه هفتم از عدد 128 در نشان دهنده 3. یعنی چنین می نویسیم ریشه درجه هفتم از 2 در درجه 7 می نویسیم در درجه 3. یا اینکه برابر می کنیم ریشه درجه هفتم از 2 در درجه ها رو با هم عوض میکنیم برای اونکه آنها رو ضرب کردن ممکن است. ریشه درجه 3 از عدد 7 این برابر میشد به ریشه درجه هفتم از 2 در درجه 3 و هم در درجه 7 می نویسیم و 7 با عدد 7 اصلاح کرده شده و ما 2 در درجه 3 حاصل می شود که نتیجه آن با عدد 8 برابر است. خوانندگان عزیز، اکنون مثال های زیرین را همراه شما دیده می‌بریم. در مثال هفتم چنین آمده است: طلب کرده می شود که قیمت این ifade را ما باید ساده کنیم. یعنی برای قیمت ifade 2 ضرب ریشه درجه 5 از مینوس 2 را با 5 برداشته ساده کردن، ما خاصیت درجه را در اول استفاده می‌بریم و ثانیاً خاصیت درجه n را نیز استفاده می‌بریم. یعنی 2 در درجه 5 ضرب ریشه درجه 5 از عدد مینوس 2 و در درجه 5. در نتیجه 2 را به درجه 5 برداشتن به ما عدد 32 حاصل می شود. ضرب 5 با 5 اختصار کرده شده به ما عدد مینوس 2 را می دهد. یعنی عدد جمع 32 با ضرب مینوس 2 ضرب کردن به مینوس 64 برابر کرده می شود. این نتیجه این مثال به حساب می رود. اکنون مثال هشتم را دیده می‌بریم. در مثال هشتم چنین آمده است: ریشه کوبی از عدد 10 جمع ریشه کوادراتی از 73 ضرب ریشه کوبی از عدد 10 مینوس ریشه کوادراتی از 73. یعنی از بس که این دو ریشه ها یک خیلند، آنها رو می نویسیم و تحت ریشه ها رو همچون عدد ضرب میزنیم. یعنی 10 جمع ریشه کوادراتی از 73 ضرب 10 مینوس ریشه کوادراتی از 73 حاصل می شود. اکنون موافق فرمول ضرب مختصر، یعنی هنگام جمع و طرح ifade ها ما میتونیم هنگام ضرب بودن آنها را با فرق کوادرات هایشان عوض نماییم. یعنی ریشه درجه 3 از عددی 10 را به درجه 2 برداشتن و ما عددی 100 حاصل می شود. مینوسی ریشه کوادراتی از عددی 73 را به درجه 2 برداشتن و ما عددی 73 حاصل می شود. برابر است به ریشه کوبی هنگام از عددی 100 73 را طرح نمودن عددی 27 حاصل می شود که آن به عددی 3 برابر است. این است مثال هشتم. در مثال نهم طلب کرده می شود که اگر هنگام A کلان از 0 بودن و B کلان از 0 بودن قیمت این ifade یا این ifade خود ساده کرده شود. یعنی ساده میکنیم. برای ساده کردن این ifade خیلی که معلوم است در تحت ریشه درجه 6 با ما 3 ضرب شونده داده شده است که هر یکی آنها رو با علاوگی از ریشه درجه 6 میبریم. یعنی چنین می نویسیم ریشه درجه 6 از 64 ضرب ریشه درجه 6 از A درجه 8 ضرب ریشه درجه 6 از B در درجه 11 برابر ریشه درجه 6 از 64 2 حاصل می شود. ریشه درجه 6 از A در درجه 8 را ما چنین ساده کرده میتونیم. یعنی A در درجه 6 ضرب A در درجه 2 و هم ضرب B در درجه 6 ضرب B در درجه 6
یا اینکه ریشه درجه ششم از B 11 رو همچون B از عددی میتونیم نویسیم از عددی 6 ضرب B در درجه 5 نیز نویسیم. یعنی چنین ساده کرده می شود. یعنی 2 ضرب ریشه درجه 6 از ریشه درجه 6 اختصار شده به مو A حاصل می شود ضرب ریشه درجه ششم از A کوادرات ضرب 6 را با 6 اختصار نموده B حاصل می کنیم. ریشه درجه ششم از B در درجه 5 حاصل می شود. یا اینکه 2AB ضرب 2 را با 6 اختصار کرده می نویسیم ریشه کوبی از A ضرب اکنون ریشه درجه ششم از B در درجه 5 رو باز ساده کردن نیز ممکن است. یعنی ریشه درجه ششم از B در درجه 4 ضرب B نوشتن ممکن است. یا اینکه 2AB ضرب ریشه کوبی از A ضرب 4 را با 6 اختصار کرده حاصل میکنیم. یعنی ریشه ششم از B در درجه 4 ضرب ریشه ششم از عددی از تقریباندی B. یا اینکه 2AB ضرب ریشه کوبی از A ضرب 6 و 4 را اختصار نموده ریشه کوبی از عددی B در درجه 2 حاصل میکنیم و هم ریشه 6 از عددی B حاصل می شود. و در نتیجه چنین ساده میکنیم 2AB ضرب ریشه کوبی یک جای میکنیم این دو ifade ها رو از بس که دو ریشه های درجه یک خیلند A ضرب B کوادرات ضرب ریشه درجه ششم از تقریباندی B حاصل می شود که این نتیجه مثال داده شده نهم به حساب می رود. خوانندگان عزیز اکنون مثال ها برای کارهای مستقلانه پیشنهاد کرده می شود. برای مستحکم کردن موضوع ما باید مثال های زیرین را دیده برایم. در اینجا 4 سپارش گذاشته می شود. در سپارش یکم گفته می شود که معادله ها را حل کنید. در اینجا 3 معادله داده می شود که آنها را از روی قاعده های ذکر کرده شده بیان کرده شده باید حل کرد. در مثال دوم باشد قیمت عددی ifade های زیرین را یابید که در اینجا هم 3 سپارش گذاشته می شود. در سپارش سوم باشد حساب کنید قیمت عددی این ifade را حساب کنید طلب کرده می شود. و در سپارش چهارم باشد معادله ها را با طرز داخل نمودن تقریباندی نو حل کنید و معادله زیرین داده شده است. خوانندگان عزیز با همین موضوع امروزی ما به انجام می رسد. خیر تا درس آینده.